امروز در شهر باختر یکی از صحنه‌های مهم 31مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تجلیل می‌کنند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بارها تاکید نمودند که کنستیتوسیون عامل تأمین استقلال ملی، وحدت خلق و رشد دولت است. 5 نوامبر در کاخ فرهنگی شهر باختر با اشتراک رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید و معاون سروزیر مملکت سلیمان ژیازاده به مناسبت روز قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مجلس تنتنوی برگزار گردید. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید 31مین سالگرد قبول بختنامه ملت و یکی از 60 ستونهای کاخ دولتداری نوین خود کنستیتوسیون جمهوری صاحب استقلال را به تمام مردم شرفمند ولایت ختلان شادباش گفته قید نمود که کنستیتوسیون سند مقدس ملی، پایه استوار دولتداری و نشانه سطح رشد حقوقی و سیاسی هر یک دولت می باشد. محترم میهمانان، همکاران و حاضرین گرامی، امروزها مردم شریف کشورمان بررسی جشن فرخنده 31مین سالگرد قبول بختنامه ملت و یکی از 60 ستونهای کاخ دولتداری نوین خود کنستیتوسیون جمهوری صاحب استقلال را با شکرگزاری از فضای اوج سازندگی و بنیادکاری تجلیل نموده ایستادند. بنابراین با احساس افتخار و صمیمیت بی‌پایان همه شما را به مناسبت 31مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان صدقاً تبریک می‌گویم. سپس معاون سروزیر مملکت سلیمان ژیازاده برآمد نموده اهل تالار و ساکنان شرفمند ختلان زمین را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و مناسبت روز کنستیتوسیون و همزمان اجرای دورنمای سالانه جمع‌آوری حاصل پخته مبارکباد نمودند. حضورین گرامی، اشتراکچون شورابینی امروزه طبق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان و هدفهای اساسی مملکت و دولت که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور به طور مشخص بیان گرداند، مقصد اساسی پیش از همه افزون گرداندن حجم استحصال محصولات وطنی جهت تامین امنیت وزارتخانه مملکت و در مجموع تحکیم بخشیدن به رشد باثبات ساحه‌های مهم خواجگی خلق می باشد. در فرجام برنامه پرمحتوای هنری تقدیم اهل تالار گردید که حسن چرابینی را باز هم زیباتر نمود.